درود بر عزیزان گرامی، ممنون که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. در این ویدیو میخوام تجارب و اطلاعاتی که طی 3 ماه فعالیت مستمر و منظم از یوتیوب و الگوریتمش به دست آوردم در اختیار شما هم قرار بدم. امیدوارم که استفاده لازم رو ببرید. از اون جایی که تخصص اصلی من خارج از یوتیوب تحلیل داده ها هست و کارآموزان و دانشجویان زیادی رو افتخار تدریسشون رو داشتم، امیدوارم که بتونم توی این ویدیو برای شما هم مفید واقع بشم. در این ویدیو ما با 2 گروه کار داریم. گروه اول کسانی هستند که یوتیوبر نیستن و میخوان یوتیوبر بشن و گروه دوم کسانی هستند که یوتیوبر هستن و میخوان اطلاعاتشون رو کمی بیشتر کنن. بنابراین میریم سراغ گروه اول. ببینید عزیزان، من 3 ماه در یوتیوب فعالیت منظم و مستمر داشتم و بیش از 40 ویدیو در یوتیوب بارگذاری کردم. در این 3 ماه گاهی اوقات هر روز، گاهی اوقات یه روز در میون و خیلی به ندرت 2 روز یک بار ویدیو قرار دادم. حالا بیایم یه بررسی از نمودار من داشته باشیم تا یک نقشه راهی هم باشه برای شما. نگاه کنید، روز 2 ژوئیه یا همون جولای من اولین ویدیومو قرار دادم. اون روز من 6 تا ویو فقط گرفتم، فقط 6 تا، و ویدیوهای دیگه هم قرار دادم که خیلی کمتر شد تا اینکه اینجا من ویدیو قرار دادم و 33 تا ویو گرفتم. این 33 تا در حالت عادی نبوده، چرا که یکی از دوستان ویدیوی من رو تو کانال خودش به اشتراک گذاشت و این 33 تا به خاطر اون بوده. یعنی اگر اون به اشتراک نمیذاشت باز من ویوم کم بود. رفتیم جلوتر، دوباره من ویدیو گذاشتم، میبینید 16 تا، مثلا اینجا 1 دونه و بعضی روزا 0 و 10 تا و رسیدیم به اینجا. دوباره 36 تا اینجا من ویو گرفتم. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ دوباره همون دوست من اومد توی کانالش یکی از ویدیوهای من رو به اشتراک گذاشت و دوباره ویدیوی من ویو خورد. هرچند 36 تا ویو خیلی ویوی کمیه، اما به هر صورت برای کانال من اون بازه زمانی خوب بوده. پس 2 تا ویو از حالت معمولی بیشتر گرفتم که این 2 تا ویو در حالت طبیعی کانال من نبوده. یه جورایی ما اصلا نباید حسابش کنیم و حالت طبیعی کانال من اینها بوده که خیلی کم بوده، همش 10 تا به پایین. و رفتیم جلوتر حدوداً 2 ماه بعد، کمتر از 2 ماه بعد، بدون اینکه من ویدیویی بذارم و کسی ویدیوی من رو به اشتراک بذاره، من تو یک روز 48 تا ویو گرفتم. این یعنی چی؟ این یعنی پیشرفت. بعد از چه مدت؟ بعد از حدود 2 ماه. اما 48 تا هم باز کمه. چرا؟ چون بعد از 2 ماه فعالیت و زمانی که شما 2 تا 33 تا هم داشتید، 48 تا آنچنان پیشرفتی حساب نمیشه. ولی چون 48 تا رو خود کانال من به تنهایی گرفته، کمی پیشرفت حساب میشه. اما این 48 تا خودش نشون میده که کم کم الگوریتم یوتیوب میخواد منو ببینه. کجا منو دید؟ دقیقاً بعد از 2 ماه فعالیت. نگاه کنید اینجا 2 ژوئیه تا 2 سپتامبر، بعد از 2 ماه فعالیت اولین استارت ویو خوردن کانال من زده شد و یک جامپ خوبی رو به نسبت داشتم که 490 ویو در یک روز داشتم. همین 490 ویو چی رو نشون میده؟ اصلا کاری به عددش نداریم، همین جامپی که زده و به یک باره کانال من دیده شده، یعنی بعد از 2 ماه تازه یوتیوب منو دیده. پس دوستانی که میخواید وارد یوتیوب بشید، اینو حتما در نظر بگیرید که بین 1 تا 2 ماه، حتی بیشتر، شاید هم کمتر، ما حدودا متوسطشو میگیم بین 1 تا 2 ماه یوتیوب اصلا شما رو نمیبینه و چون شما رو نمیبینه شما نباید دل سرد بشید، باید بذارید ویدیو بذارید تا ببینید. اینجا که منو دید دیگه داستان عوض شد، دیگه وارد یک فاز جدید شدم، یعنی دقیقاً بعد از 2 ماه.
پس ما میریم سراغ ماه سوم. توی ماه سوم چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا به بعد دیگه مناسب گروه دومه، اون گروهی که در واقع یوتیوبر هستن و میخوان بیشتر یاد بگیرن. پس اگر شما یوتیوبر نیستید، تا همون مرحله قبل که کل نمودارمو داشتم بهتون نشون میدادم که 2 ماه فعالیت داشتم و هیچ علائم حیاتی در کانال من نبود، اینا یه چیز طبیعیه و الگوریتم یوتیوب اینجوری که به شما یه مدت فرصت میده شما خودتون نشون بدید و شما نباید ناامید بشید. خب پس میریم سراغ گروه دوم که تحلیل داده ها رو براشون انجام بدیم. این یک نمودار فرضیه که در واقع نمودار کانال خودمه. نگاه کنید توی تحلیل های نموداری برای شما تک مورد ها مهم نباشه. مثلا نگید که اینجا من مثلا 642 تا ویو خوردم، بعد شد چرا شد 59 تا، خیلی بده، افت بدی کردم. نه، اصلا این مدلی تحلیل نمی کنن نمودارها رو. شما میاید کف ها و سقف ها رو تحلیل می کنید. یعنی چی؟ میگید کف من الان نمودار خودم رو میگم، پایین ترین حفره‌ای که زده 52 تا ویو خوردم در یک روز، بعد حفره بعدی 59 تا خوردم، حفره بعدی 87 تا، 124 تا، 163 تا، 177 تا و 201. به این نتیجه میرسیم که تمام حفره های 1 ماه اخیر کانال من که تازه یوتیوب تو این 1 ماه منو دیده، تماما حفره ها بالای هم بوده، یا به قولن دره ها بالای هم بوده. حالا این قله ها چه کاربردهایی برامون داره؟ کاربردش اینه که هر موقع شما نمودارتون یک جامپی میزنه، 1 که خودش میشه یک پیشرفت، 2 این جامپ احتمالاً بعدش هم دوباره پیشرفت هست، ولی نه اینکه بعدش دوباره مثلا الان اینجا 642 بعدش مثلا بشه میدونم 800 تا 900 تا 1000 تا، نه، بعدش احتمالاً باید اگر همون روند عادی رو ادامه بدید یک حفره‌ای بالاتر از حفره قبلی شما بخورید. در این زمینه میشه که شما پیشرفت کردید. بنابراین توی قله و حفره اول حفره ها براتون مهم باشه، ببینید حفره ها به چه شکله. اگر حفره ها در یک روند صعودی قرار دارن، یعنی اعداد دارن رشد میکنن، میبینید 124 اینجا 173 و اینم 201. امروز هم که 2 اکتبر، در واقع این 2 اکتبر مربوط به دیروزه، 299 تا خورده و رسیده به تقریبا این قله‌هایی که این نزدیک. احتمال میدم مثلا فردا نمودار من یک افتی رو داشته باشه اگر با همین روند ادامه بدم. پس توی مبحث تحلیل داده ها شما قله ها و حفره ها مهمه، نه اینکه شما چقدر خوردید و بعد افت کردید بگید این خیلی بده. نه، اصلا این مدلی مهم نیست. مهم اینه که روند کلی کانالتون صعودی باشه، یعنی کمترین ویویی که در یک روز کل کانالتون میخوره صعودی باشه، که کمترین ویوهایی که در یک روز کانال من خورده صعودی بوده. میبینید که الان دیگه رسیده به در یک روز 201 در کفترین حالت. حالا دیگه چی مهمه تو این بحث نمودار و تحلیل داده ها؟ نگاه کنید اینجا تو 28 روز گذشته، یعنی تو این 28 روز در مقایسه با 28 روز گذشته من 616% رشد داشتم. خب این خیلی خوبه. باز 7 روز هم مهمه. نگاه کنید توی یک هفته گذشته نسبت به یک هفته قبلتر هم من دوباره 30% رشد داشتم. پس برآیند کلی هست که مهمه، نه اینکه یک مورد مثلا من یک
ویدیویی بذارم و مثلا 1000 تا 2000 تا 10000 تا ویو بخوره و بعد از اون یک ویدیو بذارم مثلا 100 تا ویو بخوره بگم که نه من خیلی افت کردم وضعیت خرابه و نه. شما برآیند کلی رو ببینید وضعیت نمودارتون رو به رشده یا نه رو به افته. در آخر ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. اگر کم و کسری تو ویدیو حس کردید من عذرخواهی میکنم، اما اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فقط لحظه‌ای از شما وقت میگیره ولی من رو به شدت خوشحال میکنه. پایدار و پیروز باشید.